3 قانون طلایی که زندگی رو برات راحت تر میکنه. با عمل به سومی آرامش حقیقی رو وارد زندگیت میکنی. 1. پذیرش. تمام اتفاقایی که توی زندگیمون میفته یا روش کنترل داریم و میتونیم تغییرش بدیم که باید براش تلاش کنیم، یا کنترلی روش نداریم و نمیتونیم تغییر بدیم که باید بپذیریمش. هر اتفاقی که توی زندگیت میفته فکر کن ببین توی کدوم یکی از این 2 دسته قرار میگیره و بر اساس همون عمل کن. 2. برای زندگیت یک معنای خیلی قشنگ پیدا کن. این معنا میتونه رضایت خداوند باشه، خدمت به خلق باشه، کمک به پدر و مادر و خانواده باشه و یا شادی و خوشبختی خودت. فقط یادت باشه که این معنا باید دنیا رو هم برای خودت هم برای دیگران به جای قشنگتری تبدیل کنه. 3. یا همون قانون طلایی آرامش. به اندازه همه تو این دنیا شادی و خوشبختی هست. پس فقط از نردبون خودت برو بالا و از اینکه یکی از تو بالاتره ناراحت نباش و یا از اینکه یکی از تو پایین تره خوشحال نباش.